دو کاروان پر از بار، یکی از سمرقند و بخارا، دیگری از ختلان و حصار به شهرهای همدیگر می روند. این تندیس ها یادآوری از زمانی است که اشتر وسیله اصلی نقلیه بود. نصب مجسمه های کاروان اشترها در شاهراه ترسانزاده را مقامات رمز دوستی ملت ها نامیدند. آنها را به پیشواز پرزیدنت ازبکستان که قرار است روزهای نزدیک به تاجیکستان آید درست کردند. این یک نوگری می باشد. یکی از عنعنه‌های پیشینه قدیمی ما رو افاده می سازد. پیش خیلی که از ختلان با طرف ازبکستان بار مسئله می بردن، من دیگه خیلی بارها می بردن. از اون طرف با دیگه خیلی مورهای در مثال گیریم دستنارسی مور با اسم می آوردن. دو کاروان عبارت از 12 اشتر را هنرمندان از خاولینگ در یکونی ماه ساختند. چهره ساربان تاجیکیست و در افضال کاروان هم نقاشی های ملی افاده یافتند. مقامات میگویند این اشترها الکی توجه سیاحان را که از این راه میگذرند به خود جلب کردند. مردم دیگه بیاد خرسندن برای که در تمام تاجیکستان با فکرم این یکمین بار در دیگه که همه خیلی میگن اشترو، همه کاروان، همه خیلی میگم در دیگه جایدان خیلی دیگه یک نامدار همین شهر تاجیکستان میشه. تاجیکستان و ازبکستان که چندین سالها مناسبتشان بد بود، حالا به تدریج به مرحله نو وارد میشوند.